استاد سوال من همین است که درباره تقدیر استاد جان اگر خدا گفتگین در سوره مریم الله علم اگر اشتباه نکنم درباره تقدیر حضرت زکریا دعا میکنند در حالتی که میگویند که زنی من به پشت است و دعا میکند پروردگار با او حضرت یحیی رو میدهد. از این بابت سوال در این است که دعا تقدیر را عوض میکند یا نه استاد؟ بله، دعا تقدیر را عوض میکند. دعا همون دعا در تقدیر هست. یعنی برای آدم ها دخلداریش همین که یک آدم خواهد که زندگیش خوب کند، خواهد که به چیزی که میخواهد رسد، به مقصدی که در پیشش مانده رسد، کوشش کند یا نکند؟ کوشش کند، دعا کند، هر سبب شرعی را گیرد برای رسیدن به یک هدف، مثلا فرزنددار شدن، علم دار شدن، مال دار شدن، آبرو دار شدن، چیزی که نباشد، همین هدف موندید، سبب گرفته شما به همین طرف حرکت کردن گیرید. شما نگویید که این در تقدیر اگر نباشد مهنتی من بیفایده، نگویید. تقدیر بعد حادثه بعد به حواله به تقدیر میکنید. نشد میگویید که در تقدیر ما نبوده است. لیکن شما کوشش کنید، چون که در تقدیرمون دعاتون هست. کسی دعا کند به همین مرتبه میرسد. گفته نوشته که کسی دعا نکند نمیرسد. بنابراین این فکری غلطه پرتایتون که یعنی اگر 1000 حرکت کنی و در تقدیرت نباشد هیچی نمیشه، بنابراین خبشین. نه، دعا کنید. دعا یکی از سببهای تمام پیشروی. این دعا سببی معنوی هست، مادی هم هست و دیگر سببهایی که از نگاه شریعت ممنوع نیست، همون سبب میگیرید، انشاءالله موفق میشید. اگر رفتون نشدید الله تعالی عوض نیک میدهد و اگر الله تعالی یگان چیز را شما حرکت کردید و نداد، به حکمت نیست، همون ندادگیش برای فایده شما. لیکن شما چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اعملوا ففیما العمل، صحابه گفتن که اگر مادامی که تقدیر همه چی نوشته شده خب برای چی عمل کنیم؟ بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اعملوا فکل میسر لما خلق له، شما عمل کنید تا هر یک آدم به کجا آفریده شده باشد کار اونجا براش آسان میشه. بینید که نمازهای تراویح هم میخواند، بینید که مثلا علم گوش میکنید، علم میآموزید، بینید که از حرام دور هستید، این الکی راهی جنت برای شما آسان شده ایستاده است. این دلالت می‌دهد که شما به جنت آفریده شده هستید. تکیه کردن در کار نه باوری، یعنی که دل پر کردن در کار نه، همیشه ترس از دوزخ، ترس از عذاب الله تعالی باید باشد. لیکن فکل میسر لما خلق له، هر یک آدم به کجا آفریده شده باشد کاری همونجا براش آسان میشد. دیدید که فقط کارهای فسق و فجور و گناه و دشمنی به الله باشد، دانید که یعنی شما به دوزخ آفریده شده است. بنابراین حرکت کنید و تقدیر حواله کرده خب نشینید. بله.